Assalomu alaykum do'ston. Ana Hikmatullo Jo'rayev. Navori navbatimon oyida paxtai ki navi Xitoy است. در یکم چینک 13 سنتیمتر دوده بود. انکون نزدیک اوده با دویم چینک سال میشد. این اساساً پخته کمتر دیرپزک بوده. به همین خاطر یکم چینک ده حاصلی زیاد نداد. اکنون دویم چینک ده نصیب کرده باشد حاصل های نازم میتیم. خب در این زمینمون 250 کیلو مچوینه سیلتره در جویگی و 170 کیلو بیاگوم خوردگیان. نگاه کنین. در سوالو بسیار میشد چند قط دادن در کار بیاگومش چخیل دادن در کار. خب نرمی که ما داده استادیم این به همه توصیه کرده نمیشد به خاطر که خودی همین زمین های بقوتن در حقیقت. اگر همین نرم را ما دیگر جا دادیم این گونه حاصل گرفته نمیتونیم. به همین خاطر شما وابسته به حالت زمینتان بیاگوم زیادتر تین فایده دارد ضرر ندارد. لیکن چند قدر زیاد تین همون قدر خوبن. خب من اینه پخته رو بینه شما من این نگاه کنم تو باشه میشه بینیم. خب دهخانم اینجا رول کلام میبوزد. همین دهخان اصیل است حقیقتا. زمین نگاه میکنن نگاه کنید همین چند شاخه کردگن. همین یک شاخهش ده وزی من حساب میکنم. من این اینا هم کرک کرده یلکه کرکاش حساب کنم چند. خب 4 وزیر 4 12 13 در این یک شاخهش 13 تا کرکه یک شاخهش. همین گونه این چند خری شاخه کردگم. بس حاصله خوبن بعد نیستن خوبن. سوال باشد درخواست اویدی کدام موضوع در بسیارتر نوار گیریم همون هم نویسین امکانیت داشته باشین و یک لایک رو دریغ ندارید. خب به همه موفقیت تا نوارهای آینده. خدا حافظ.